سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پهلوی چکچک تیار میکنیم. عجایبات بالازه میبود، البته همه ما میدانیم. امروز من با طرز آسان، یعنی طرز تیار کنشن نشان میدم. محصولات لازمه برای ما: 100 میلی گرم شیر، 100 میلی گرم آب، 80 گرم مسله، یک دانه تخم اینجا گرفتم، نمک، لیمونی کیسلاتا و 400 گرم آرد لازم است. لیمونی کیسلاتا برای خرستیاش شدنی یعنی خمیر یاردم میکند. این محصولات برای تیار کردنی خمیرش لازم است. میگیریم کاسه شیر. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما با فیض و برکت و عبرت. من آب، یک دانه تخم، من نمک و لیمونی کیسلاتا انداخته و من روغن یعنی مسکامه انداخته همشه خوش رو آمیخته میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خمیره یعنی سخته که ما تیار میکنیم. بسم الله. من خمیره ما یعنی زردی سیلقی خوش رو تیار شد. ما اینه که به دو قسم برابر یعنی تقسیم میکنیم. اگر سالتان کلان باشد میتونید یک تا اینه کلان که کشویید. من دو با تقسیم کردم. پنج ده دقیقه یعنی دمیدیم بعد اینه خوش رو تنوگ میکنه. شدن زوالا ما یعنی آرد و کرخمل استفاده می‌کنیم. اینجا 3 قاشق آرد می‌گیرم. من نمی‌گونه کرخمل کوکروزنی یعنی 3 قاشق همراه می‌کنم. بعد ورقش یعنی خوشرو می‌کشم برای همین کرخمل که می‌کشم. یعنی یک تا یک 3 تا آرد گرفته باشیم. باید 3 قاشق کرخمل گیریم. من خوشرو همراه کنم و میخته کنم یعنی زوالاهای تنوگ می‌کنیم. و همه خوشرو یعنی آرد و کرخمل که می‌کشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والله یعنی خوشرو تنوگ کنم. من نگاه کنید چقدر خوشرو میبیاد. خمیرش از بی روغن و تخمشه برای همین خوشرو یعنی کشاده میشه. والله ما خوشرو تنوگ کنیم. نگاه کنید کلی خوشرو آمد. من یک قاشق آب خنک گرفتم. شاطقه گردی یعنی خمیر مایه تر میکنیم. برای چی؟ برای اینکه یعنی وقتی پیچانسیگی مونده پفتگی ها مونده خمیرای بالوالی هم یعنی خمیر ما یعنی نگریزد میگوییم. برای همین برای خوشرو چسبیدنش گرداب گرد من یعنی آبی خنکی کمتر تر کردم خمیر مایه. خمیرامه بالا بالی هم اکو میپرتاییم. من 3 انگشتی یعنی میپرتاییم بالا بالی هم. برای خیل آمدنش من یعنی 3 انگشتگی نمیتر همیشه قد میکنیم تا آخر خمیرامه. حرکت کنید یعنی درونبا نمیتر قد نماند. خوش رو پرتایید. اما باید تقسیم کنم. من نه اونقدر کلان نمیتر رام بکچشک میبریم. نه کلان نمایده یعنی سرید نیتای میشه. من باید نمیتر شود. من میخواه شود. همیشه یعنی نمیتر کرم و بریده میگیریم. من خوش رو بریدم. من اکو نمیتر رشبه میکشویم. رام بکشه و من نمیتر کشادم که ما یعنی روغنبه بخته میگیریم. من یعنی روغنبه انداخته ویلکه که میزنیم که یعنی خوش رو ورقاش کشاده شود. ورقه من چند تا کشتم. من نگاه کنیم چطور کشاده میشه. یعنی باید نمیتر سخت بره گیریم دو طرفشه.
خودش همش دانه شده میشه. نگاه کنید به شلغم برای همون سببی کرخمل بودنش من دانه شده میشه، یعنی در قشق شدنده یادم میشه گردننده. همینطور یعنی سرخ‌تر میکنم. من پخته گرفتم. نگاه کنید چقدر خوش آمد. 40 دانه شد. ما کو سراب تیار میکنیم. اینجا گرفتم 300 گرم شکر، 250 میلی لیتر آب همراه کرده بالی گاز و میجوشانیم. یعنی قیاممو جوش برود. من نوگی قاشق لیمونی کیسلوت همراه میکنم برای اینکه یعنی قیاممو شکرک نمیشه خوشرو نیسته. میتونید عسل باشه، 2 قاشق عسل همراه کنید. از من عسل همراه میکنم، نباشه شرط نیست. من یعنی 2 قاشق پر عسل همراه کردم. و برای دیگه خوشرو میجوشانیم. من میخوام خوشرو جوشید، یعنی میخوام پوسری کند الکا، یعنی تیار سراپی ما. ما سیراپی گرم به پهلوی همه انداخته، دو تا طرفشه یعنی سیراب میکنیم، سیراب کرده میگیریم. این طرف دو تا طرفشه خوشروی سیراب به یعنی تر کرده میچینیم. باش افتش معلوم که چه ریزان نگامدگی. من خوش سیراب کردم. من 100 گرم چهارمغز من کوفتم خوشرو میپاشیم بالی همین یعنی پهلوی همون با تماما نمودش هم دیگه میشه، مغزش هم دیگه میشه. همینطور چهارمغز کردم. چگونه میبینید پهلو و چکچکی ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چه خیلی جای باد آمد. دون فرق خوش بیاد خوشرو یعنی کشوده شد. جای باد اشتیاور یعنی خروستیاشی مزش بیاد خوشرو در یک دم تیار میشه، یعنی یک سری سرفه بایستیم راستی گرد یک دم باید تیار میشه. من میگونه چکچکی خوشروه من شکستم بینیم چه خیلنده خروستیاشی یعنی ریزانک شده میره. چه خیل عجایب بود. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتsia کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید دوستان.